باورتون میشه این نون بدون فر درست شده؟ مناسب ساندویچ‌های سرده و خیلی ساده و خوشمزه است. آرد، خمیر مایه، نمک و شکر رو با هم مخلوط کنید. شیر ولن رو اضافه با هم بزنید. بعد از اینکه خمیر جمع شد 5 دقیقه ورز بدید. داخل ظرف بذارید و روش رو سلفون بکشید. برای مواد ساندویچ خیار، شور، کاهو و گوجه رو نگینی خرد کنید. من از ژامبون تولید خودم استفاده کردم بدون مواد نگهدارنده و سالم. همه مواد رو با هم ترکیب کنید. چیپس خلالی و پنیر ورقه‌ای چدار خرد شده رو بهش اضافه کنید. داخل ظرف سس مایونز، ماست، سس خردل، آب خیار، شور، فلفل سیاه و نمک رو با هم مخلوط کنید. سس رو اضافه کنید و بعد از مخلوط شدن داخل یخچال بذارید. بعد از حدوداً 1 ساعت حجم خمیر 2 برابر شد. پف خمیر رو بگیرید و به 6 تا چونه مساوی تقسیم کنید. چونه ها رو اول داخل شیر، بعد داخل کنجد و با دست فشار بدید. روی سطح آردپاشی شده قرار بدید. با وردنه باز کنید به قطر 20 سانتی. اگه وردنه به خمیر چسبید یه مقدار آرد بپاشید. به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید. داخل روغن داغ با حرارت پایین سرخ کنید. به این شکل که می‌بینید روش روغن بریزید که پف کنه و بادکنکی شه. برگردونید. بعد از سرخ شدن روی دستمال بذارید تا روغن اضافی گرفته شه. نگران نباشید، این نون اصلا جذب روغن نداره. به این شکل که می‌بینید نون رو برش بزنید و از موادی که آماده کردید داخلش بریزید. حتما درستش کنید و نوش جونتون باشه.